امروز قراره تندترین روز باشه، چون هر چی قراره بخوریم تند باشه، نه تند معمولی، از این تندا. اونایی که این سس خوردن میفهمن چقدر تنده. بچه‌ها این سس اسپانسر ما، اگه میخواین اسپانسر شما هم باشین حتما این دایرکت اینستا هم فالو کنید. ما دوباره اومدیم وسط طبیعت براتون ویدیو بگیریم که شما عشق کنید. ما همیشه آیتمامون رو میاریم تو طبیعت، اصلا ما طبیعت گردیم. قراره همه ویدیوهامون تو طبیعت باشه. اگه از طبیعت خوشتون نمیاد پس ما رو سابسکرایب کنید. اگر خوشتون میاد ما رو با 2 تا اکانت سابسکرایب کنید. آفرین. بریم اولین آیتم رو با این تست کنیم. دستان میگم تبلیغ نشه. جر میخوایم بخوریم. بریم برای آیتم اول چی دارم برات؟ بیسکوی مادره. مادر. وای داداش جارو میکشی طبیعی. بچه دارن اون ور چیزو جارو میکشن، دمشون گرم. بازا داشتم جنگلا رو دارن جارو میکشن بعدش تی میکشن. وای چرا ایموجی خنده تو کامنت ها به نشون اعتراض. خب قراره دهنمون با بیسکویت مادر که همه تو شیر میریزن بخوریم، ما با سس تون بخوریم. با ماکسش کن. شیر میریزن تو شیر، به بچه‌ها میدن. نه کسی تو شیر نمیریزه، میریزن تو شیر. اشتباه نکن. اشتباه من بیسکویتو گفتم میریزن تو شیر. نوب سگو. کسی شیرو که نمیریزه تو شیر. خفه شو. باز کن. آنباکسش کن. بچه‌ها آنباکس بیسکویت مادر رو داریم. حاجی صداشو گوش کن. بله. وا همین بچه ویدیو آنباکسینگ هم داریم تو چنل، حال کنین. بودش الان مریض رو کفشون. ای بابا نکن. ای بابا یعنی وای حاجی گنده ترین ترکیبی که میتونیم بخوریم. وای اول خوده سوسش اینقدر بدمزه اصلا تون نیست. مزه کوفت. غلط کردی، این سس خیلی تنده. اصلا من خیلی بد نه حاجی. سینا به بیسکویت مادر و سس فلفلی چند از 10 میدی؟ 1 از 10. ولی خود اونا که این سس رو خوردن میدونن چقدر تنده. اسپانسر این ویدیو سس. آقا من به این ترکیب واقعا 0 میدم، چون اصلا تند که نیست، خیلی بدمزه. غلط کردی، تند نیست. آقا من تو باز کن همه‌شو بزن تو دهنت. من تو پشت صحنه اینقدر از سسشو خوردم. تند نیست ها. بدمزه است. خب بیا که برات نمیخوام بخورم بدمزه. همش بهونه میاره آقا. اصلا بریم آیتم بعدی. 0 از 10. غلط کردی. خیلی هم خوب و تنده. 0 از 10. تو نمیتونی اصلا تحمل کنی. بدبخت. چون وای الان تو میگی این سس تند نیست ها؟ آره. دوربینو بگی. داداش فلفل سبز تنده. تو فلفل سبزو که بخوری دیگه سس تند اینا بعد بچه بازیه. حاجون بردارن سنگ برش میدن. چیه داستان؟ الان بخورش. بده. بخورش. بگیر. خب اینو چجوری بگیرم؟ بگیرش. آره. آخه بچه‌ها به خاطر شما آقا لایک کنین دیگه. به خاطر شما موافقین که لایک کنین دیگه. میگه تون نیست. حالا اگه تون نباشه اینو بخوره میفهمه. ای اینقدر با کفشم فاصله داشت. بخور بچه‌ها فقط به خاطر شما. تون نیست. فعلی که زیر چشم داره میپره. بدبخت میگی تون نیست. فکر عصبی دارم. بچه بازیه. سوسا بچه بازیه بابا. این چیه؟ اسپانسر ویدیو داره عشقش. آقا اسپانسر بود. بچه بهترین سس دنیا. حتما استفاده کنین. وایسو همین سس اسمش رو نمیدونم. قیافت داره داد میزنه. داره میسوزه. قیافه من کجا شده داد میزنه؟ ادیتور قبل و بعد این سس رو بذار کنار هم یه مقایسه بکن ببینیم چیه قیافم داره داد میزنه ها. دستمو گرفتم جلوش که سانسور بشه. بچه ما این چیپس میگیم مال چه برندیه؟ اسپانسرمون باید بشه اول. حالا که اینقدر ادعا میکنی تون نیست، خب میخوام اینو
پر سس کنم بدم بخوری. خود بچه نمیخوری. منم میخورم. بخور. اول من میخوام بعد تو میخوری. ببینید تحمل کی بیشتره. قبول؟ حاجی این تندتر از اون سسه. خب یکی از همون چیتوزا بیا. بیا نه. کلنگ مغول. قرار اینو اونوری بگیریش. تون نیست ها. زاد بالا پایینش نکن. خاک که نمیخوای برسه دیگه. بخورش. خود بخور. من بعدیو حالا تو اینو بخور برای تو ریختم. خب نه بچه‌ها ساب چنل ما هم دیگه به احترامش عکس قبل و بعدت هم میذارم. باشه صدای زجر داره میاد بیرون. آقا این خودش هم فلفلیه. قیمتش که نشون نده. وای بچه درآمدمون لو رفت. یادی بچه‌ها طبیعت رو سوسی کردیم، همه‌شو جمع می‌کنیم، اصلا نگران نباشید. آره همون یارو داره تی میکشه، تیشو قرض میگیریم. بیا جو بخور. ای بابا بده ضعیف. بده 6. ناموسن تو بابا اسپانسر ویدیومونه. بچه‌ها تندترین سس جهان. نظرت؟ ولی خدایی تنده یک ذره. آقا اونایی که این سسو تو چیز خوردن تو کامنت ها خوردن. آره دقیقاً. اونایی که این سسا رو خوردن تو کانت که از گلوریا تندتره یا نه. آقا الیا این چی دارم برات؟ تو که خیلی ادعای تند خورید میشه، فلفل تند آوردن با یه سس تند. اینم چه غلطی میخوای بکنی؟ اینجا دیگه نمیتونی فرار کنی. من آوردم. تو نبردی. بچه‌ها لو رفتیم فلفل و ایلیا آورده. بله. همه بهش با قلب سیاه فوش بدیم. مگه عزادا؟ قرار یه ترکیبی براش بزنم جر بخوره. نفس. بچه‌ها فلفل جدید اختراع کردیم، حالا بده اصل کارو بده. دهنش سرویسه بچه. من خودم هم همین ترکیبو الان میزنم. زر میزنه همین الان جلو دورده. هم ببین تا اینجا باید گاز بزن. همشو برو. خفه شو. بچه‌ها تون نبود. برو گم شو. بگیم از اونجایی که بچه ایلیا کرانچی رو پرتش کرد بیرون تو طبیعت رو کثیف کرد. من نمیذارم. من فقط با سس میزنم. عجیب این واقعا تنده. وای وای وای. وای 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 چرا حاجی بهت گفتم بذار ماست بگیریم. من گفتم نه. وای حاجی سرویس شدم. It was at this moment he knew. He fucked up. وای چشم داداش به چشت مالیدی. بچه‌ها سینای احمق همه تو کامنت ها. بچه‌ها شما هیچ وقت این کار توی خونه تنها انجام ندین و اینکه ما تحت نظارت پزشک و دکتر اینجا این کار کردیم. آره یه 20 کیلومتر اونورتر خونه دکتریه، نمیشناسیمش ولی آره همه جام داره میسوزه خدایی. دور لبم جزقاله شده که لوم آتیش گرفته. بچه‌ها میایین تو طبیعت این مثل این آدمایی که اینجا آشغال ریخته نباش. هر جا میرین آشغالاتون رو جمع کنید. اگر این ویدیو 20 تا لایک بگیره میام همه آشغالا رو جمع میکنیم، ویدیوشو هم برات میگیریم. حاجی کار خفنیه خدایی. یه ویدیو آقا بگیریم آشغال همینجا رو جمع بکنیم، به طبیعت همینجا به اندازه کافی کمک کردیم. علاوه اینکه ما میایم اینجا آشغالامون رو نمیریزیم، حتی رو زمین نمیذاریم. الان نشون بده سینا، همه چی رو گذاشتیم روی بلوکه، به غیر از این که خود همه چی رو گذاشتیم روی بلوکه کاملا. تازه اینا آشغال به حساب نمیاد، جمع میکنیم ما.
جایی که وسایل هستیم. می‌خریم میایم اینجا رو تمیز می‌کنیم. وسایل خاصی که نمیخواد، چند تا پلاستیک میخواد. دستکش این می‌خواد. آره